آیا میشه حتی در سنین بالا به موفقیت برسیم؟ آیا میتونیم دی ان ای و ژنتیکمون رو تغییر بدیم؟ آیا میشه باورهای ثروت رو ساخت و تقویت کرد؟ باورهایی که خیلی هاشون از طریق ژنتیک یا محیط روی ما ثبت شده رو میتونیم تغییر بدیم؟ خیلی این سوالا رو میکنن ولی جواب من مثبته. ساله که دانشمندان در حال بررسی ایجاد تغییرات در سبک زندگی و خلق و خو و سلامت انسان‌ها از طریق فرکانس‌ها و ارتعاش‌ها هستند. از اون جمله ما میتونیم به تلاش‌های جیمز کلرک، انیشتین، نیکولا تسلا و خیلی های دیگه اشاره کنیم. من و گروه هم سال هاست که داریم تلاش میکنیم که بتونیم متدی رو پایه‌ریزی و برنامه‌ریزی کنیم که با فرکانس و ارتعاش بتونیم شخصیت افراد رو دوباره بازنویسی کنیم، باورهای ضعیفشون رو با باورهای قدرتمند تغییر بدیم و جایگزینش کنیم، احساسشون رو نسبت به پول تغییر بدیم، اعتماد به نفستون رو دوباره برگردونیم، ترس هاتون رو بگیریم و اگه بخوام توی یه جمله این رو بهتون تعریف کنم، کمکتون کنه یک من جدید از خودتون بسازید. اسم این متد رو متارزونانس گذاشتم. در مراحل مقدماتی و تحقیقاتی نتایج بسیار عجیب و چشمگیری از این موضوع دیدم. فرکانس های متارزونانس کاملا اختصاصی و البته محرمانه است. توسط خود من کدگذاری شده، توسط خود من رمز گذاری شده و انواع مختلفی داره. نحوه ارتعاشات ارسال این فرکانس ها کاملا اختصاصی و بروزه. ارسال فرکانس های متارزونانس از طریق دستگاه های ارسال فرکانس از راه دور و به کمک نمونه دی ان ای افراد انجام میشه. لازم حتما تاکید کنم که مشابه این روش در کشورهای بزرگ جهان برگزار میشه و انجام میشه، اما قیمت ها بسیار بالاه و روش کاملا فرق میکنه. اصلا هم کیفیتش به فرکانس های متارزونانس نخواهد رسید. به جرئت میتونم بگم فرکانس های متارزونانس چند سر و گردن از اونها بالاتره و ویژگی با ارزش اون علاوه بر فرکانس های اختصاصی و ترکیبی در کیفیت ارتعاش کاملا تخصصی اون